سلام بیایم ما اینجا برای آنباکس کنیم و قبلش کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنین. خب اول چیزی که من خریدم یه دونه از این پارچه بود که مثل وارده ماسکه و 1 متره و فروشندش 10,000 تومن. کد تخفیف داده بود بهم و جنسش هم خوبه. محصول بعدی یک دونه تینت لبه که 2 روز ماندگاری داره و قیمتش هم فقط 54,000 تومن بود و اینکه من اصالتش و اینا هم چک کردم خیلی اوکی بود. رنگش هم که اصلا واقعا قشنگه. خب محصول بعدی یک دونه شامپوی بدنه که این واسه پوستای خیلی خشک و حساسه که دکتر پیشنهادش کرده. قیمتش هم 350 تومن. و محصول بعدی یک پاور بانک، یک دونه شارژر داشت با خودش و مارکش هم شیائمیه. قیمتش هم 415 تومن بود و خیلی خوب بود، مخصوصا اینکه تو کیف زای کوچولو موچولو بود. خب اینم که آخرین چیزه، یکم زنگ زده بود خب ولی خیلی خوبه، هم قیمتش هم خودش و اینکه بهش میگن آنتن چرخ خیاطی، باید نخ و اینا رو بذاری روش.